مادرداری، پدرداری بسیار یک دولت بزرگ است. غنیمت پدر و مادر داشتن در زندگی هر کسی دارد دولت بزرگ است. بسیاری ها میگویند در جا کجا میروی؟ یک قبلگاه را خبر گیرم. قبلگاه کی را میگن؟ پدر را میگویند. یعنی سانایی میگویم که هر فردی، هر انسان مؤمن مسلمانی که عزت و احترام پدر مادر خود را کند، خدمت پدر و مادر خود را کند، دعای نیک پدر و مادر خود را گیرد، نه حج کعبه در کار، نه هیچی. قبلگاه میگیم. قبله چی است؟ قبله همون کعبه است. قبله در خانه. آن سخنان مهربانانه که مادر به فرزند میگوید یگان کسی دیگر گفته نمیتواند. چقدر خدمتی نکنیم از سرشان تیلاکی نریزیم، همه خدمتی ما در 100 سال در نزد مادر با یک شب بیدارخوابی که سری گواه را برابر نمی شود.